میگه بدون گپ رفت داخل بستر. زنش میگه صدای گریش از بسترم میامد. از بسترم میامد، من دور خوابیده بودم، تعجب کردم چی شده؟ چی شده؟ خبر نبودن که آب رحمت این گونه میشوید. هر زنگی را میشوید، هر سیاهی را میشوید، هر بدبختی را نیکبخت میگرداند. وقتی به در او آمدی هر چقدر ناپاک هستی پاک میشی. میگه اول کسی که جلوی روش آمد زنش بود. میگه رو کرد به زن گفت ای زن، 30 سال جوانی من، 30 سال زندگی من به خاطر شیطان بود. ای زن تو آگاه باش، بعد از این عمرم چقدری که باقی مانده این عمر به خاطر رحمان وقت میکنم. 30 سال به خاطر شیطان، 30 سال برای خوشنودی شیطان، 30 سال برای خوشنودی نفس، متباقی عمر خود را برای رحمان وقت کردم. من یک داستان یادم آمد از یک جوان عرب. یک کتاب است به نام مکاسب از شیخ محمد حسن است. او یک داستان عجیب را میاره. میگه چند تا دعوتگر تصمیم گرفتن که برن در اطراف، در ولسوالی های اطراف شهرشان دعوت دین الله را بکنن. گفتی دعوتگران آمدن داخل یکی از ولسوالی ها. وقتی داخل شدن شروع کردن به دعوت. یک کسی که در این ولسوالی عروسی داشت، خواست عروسی اسلامی برگزار بکنه، همین دعوتگران را هم دعوت داد که بیاین در عروسی ما. گفت دعوتگران آمدن. بعد از اینکه مراسم تمام شد هنوز مردم نرفته بودن که یک جوان از صف همین مردمی که در این عروسی اشتراک کرده بودن از جای خود بلند شد، رو کرد به این علما و مشایخی که جا آمده بودن. گفتن شما علما هستین؟ گفتن بله. گفت شما دعوتگرای دین هستین؟ گفت بله ما دعوتگران دین هستیم. اول خود را دعوت میتیم بعد دیگران را. گفتن که اگر دعوتگر دین هستین در همین منطقه‌ای که ما زندگی میکنیم یک جوان است. اگر از عاق پدر و مادر بوی عاق پدر و مادر است. هیچ روز نمیگذرد مگر اینکه پدر و مادر خود را یک بار لطوف میکنه. دو، اگر از مواد مخدر بگوی هر نوع از مواد مخدر این جوان استفاده میکنه. گفت اگر از ظلم همسر بگوی زنش از دستش روز نداره. هر وقتی که وارد خانه میشود یا با دشنام وارد میشود یا با لطکو وارد میشود. از شراب و زنا که حرف نزن. اگر در شما خیر است، اگر شما به خاطر نجات آمدید، به خاطر دعوت آمدید، اون جوان را دعوت بدهید. یکی از این علما که اینجا نشسته بود ریش سفیدی داشت. گفت ان شاء الله حتما دعوتش بدید. میگه رفتن به نماز عصر، اذان نماز عصر داده شد، رفتن داخل مسجد. بعد از اینکه نماز عصر تمام شد این شیخ رو کرد به این جوانانی که در صف بودن. گفتن که هست جوانی که برود همون جوان رو به نماز شام بیاورد اینجا تا بعد از شام مذاکره شود و صحبت شود و هم در این صحبت باشه. 2 تا جوان از جای خود بلند شد، ما میریم. رفتن هر دو جوان، درش رو زدن. میگه جوان بیرون شد. برش گفتن که آمدیم مهمان تو هستیم. گفت خوش آمدید بفرمایید. رفتیم داخل خانه. میگه بعد از صحبت کوتاهی گفت ما چای میآوریم، غذا میآوریم برای تو. گفتم نه چای بیاوریم نه غذا. اگر ما مهمان تو هستیم، مهمان حق دارد. تکریم ما، احترام ما امی است که امشام به همراه ما در فلانی مسجد به نماز بروی. همین رو ما میخوایم. مهمانی ما همین است. این 2 تا جوان میشناخت، از رفقایش بود. فقط به فلانی مسجد چند تا دعوتگر دین آمده اونجا میرویم، نماز مغرب را بخوان، همین مهمانی است به ما است و راضی است. گفت شما بروید من میایم. این 2 تا جوان بیرون شدن، دوان آمدن به شیخ. گفتن وعده داده که میآید، همه انتظار هستن که جوان بیاید. ای مسلمان خوشحال نمیشی که یک بنده از بندگان خدا که راه را گم کرده برای بیاید؟ بلند میشه، نمیشه خوشحال؟ ناراحت نمیشی که یک بنده از بندگان خدا که در مسیر بوده، در راه بوده، راه را گم کرده؟ غمگین نمیشوی؟ امروز در صفحه ها میبینیم ما جوانا، خوب میبینید شما یه خواهر در یک جا گناهی انجام میدهد، ویدیو برمیدارن از او میگذارن در صفحه ها، میگذارن به صفحه. باور بکنین من روز چهارشنبه در یک محفل گفتم این صفحات مجازی که امروز ما داریم به خدا حقیقتهای زندگی را از ما گرفت، شرم از ما گرفت، حیا را از ما گرفت، ترس الله را از ما گرفت، احترام پدر و مادر را از ما گرفت. این مجازی حقیقت بر ما نمان. دختر 14 ساله و 15 ساله و 16 ساله ما امروز حیا نداره. امروز رقص تمرین میکند که رقص یاد بگیره، تمرین میکند خواندن یاد بگیره، تمرین میکند چگونه تیک تاک پر بکنه. چه حالی است امروز؟ گفت وقت از تقوای الهی حرف میزنی چند فیصد جوانان متقی از شما میشنون؟ چند فیصد جوان فعلا متقی است؟ سبحان الله. در زمان رسول صلی الله علیه و سلم 99% جوانان متقی بودند.
ولی همین امت نبی امروز 99% تقوا نداره، 99% از الله نمیترسن، 99% حیا و شرم نداره. یه حقیقت است، بپذیریم یا نپذیریم حقیقت است. گفتن که وعده داده جوان می آید، خوشحال شدن همه که جوان می آید. سبحان الله. و جوان خودش قسم میکنه، میگه بار اول است که من به مسجد میرم، بار اول است که من به مسجد میرم. میگه وقتی از خانه بیرون شدم با خودم در جنگم، بروم نروم چی کارش بکنم؟ میگه تصمیم خود گرفتم حتما میرم. خیلی جالب است این داستان. حرکت کرد، گفت به سمت مسجد میایم، هنوز هم وسوسه ها به ما پیدا میشه، شیطان به من میگه نرو چی میکنی اونجا؟ مردمای کونه فکر هستن، چی میکنی کنار از اونها نشستی؟ میگه با خود در جنگ بودم ولی موفق شدم، لطفی کی نصیبم شد؟ بلند بگو کی؟ لطفی الله نصیبم شد. آمدم. میگه وقتی که داخل مسجد شدم اذان شام را داد. بعد از اذان شام نماز خوانده شد. قاری که اونجا قرائت میکرد عجیب صدایی داشت. گفت قسم قرائت میکرد که من از قرائت ازی متاثر شدم. بعد نشستم در صف، بر شیخ گفته شده که جوان آمده، همینجاست. میگه شیخ رفت سر منبر، شروع کرد به سخنرانی. میگه از جهنم گفت، شیخ گریه میکرد. از بهشت گفت، گریه میکرد. از تقوای الهی گفت، گریه میکرد. دوامدار صحبت کرد تا من نزدیکای نماز عشا، نماز خفتن. میگه بعد صحبت تمام شد، صدای بلند از میان صفها بلند شده، گریه میکند با آواز بلند، سرش خم است. متوجه شدن که جوان است. الله رب العزت و الجلال وقتی کسی را بخواهد بکشد، زنجیر محبت خود را میاندازد. همه کس کشید محمل به جناب کبریایت، منو خجلت سجوده که نکردم برایت. سبحان الله. منو خجلت سجوده که نکردم برایت. سبحان الله. گفت صدای بلنده از میان صفها بلند میشه، گریه جوان است. گفتن جوان است. میگه بعد از جای خود بلند شد، بسیار به جرأت از سر شانه های مردم تیر شد، آمد راست پایین منبر نشست. گفت جناب شیخ، هر گناهی که در تصورت می آید، هر گناهی که الله خلق کرده، این بنده نافرمان و سرکششون رو انجام داده است. آیا برای این جوان، برای این بیباک، برای این بی حیا، برای این بی شرم در توبه باز است؟ در توبه الله باز است؟ میگه شیخ برش گفت که دست خود سرش گذاشت، گفت جوان، محبت خدا تو رو اینجا کشانده است. جوان، رحمت الله تو رو اینجا کشانده. جوان، در توبه باز بوده که اینجا آمدی. میگه صدای گریش بلند شد، زیاد گریه میکرد. وقتی نماز عشا اذان داده شد، میگه امام در داخل محراب وقتی این حالت را دید، کل مسجد متاثر شده بودن، همه گریه میکردن. امام در رکعت اول میخوانه بسم الله الرحمن الرحیم، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. ای بندگانی که اسراف کردین، ظلم کردین به نفسان خودتون، لا تقنطوا، ناامید نشوید. سبحان الله. چقدر الله دوست داره بنده را، چقدر بنده را دوست داره. اگر زن است، مرد است، پیر است، جوان است، لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت پروردگار ناامید نشوید. ان الله یغفر الذنوب جمیعا. الله همه گناهانتون رو میبخشه. اگر توبه بکنین همه گناهان شما رو میبخشه، چون او غفور الرحیم است. میگه این قرائت کرد، جوان صدایش بلند شده بود سر نماز، کل مسجد گریه میکردن. میگه بعد از اینکه سلام دور دادن، نماز تمام شد، جوان گفت که من نماز صبح نخواندم، تو هنوز. جناب شیخ، دو جوان را یا یک جوان را موظف بکنید من به نماز صبح همینجا بیاورد، بیدارم بکنه. من نماز صبح نخواندم، بیدار نمیشم. میگه از مسجد رفت بیرون، با گریه میرفت. ولی این رفتن با رفتنهای دیگه فرق داشت. وقتی که آمد نزدیک خانه، داخل خانه شد، زن در انتظاری است که شاید باز لتوکوب با شاید دو دشنام، پدر و مادرم میترسه شاید بازی لتوکوب بکنه جوان ماره. ولی داخل شدن از همه داخل شدن ها فرق میکرد. این دیگه از درون تغییر کرده بود. میگه وقتی که داخل شد،
جوان با چشم پر از اشک داخل می شود، با گریه داخل می شود، با رحمت داخل می شود، با مغفرت الله داخل می شود. میگه اول کسی که جلوی روش آمد زنش بود. میگه رو کرد به زن گفت زن 30 سال جوانی من، 30 سال زندگی من به خاطر شیطان بود. ای زن تو آگاه باش، بعد از این عمرم چقدری که باقی مانده این عمر به خاطر رحمان وقف میکنم. 30 سال به خاطر شیطان، 30 سال برای خوشنودی شیطان، 30 سال برای خوشنودی نفس، متواقی عمر خود را برای رحمان وقف کردم. میگه بدون گپ رفت داخل بستر. زنش میگه صدای گریش از بسترم میامد، از بسترم میامد. من دور خوابیده بودم، تعجب کردم چی شده، چی شده. خبر نبودن که آب رحمت این گونه میشوید، هر زنگی را میشوید، هر سیاهی را میشوید، هر بدبختی را نیکبخت میگرداند. وقتی به در او آمدی هر چقدر ناپاک هستی پاک میشی. هر چقدر ناپاکی پاک میشه. فقط صدایش بزن. گفت صدای گریش از بسترش هم بلند میشد، گریه میکرد در بستر. میگه صدا زد به من که همسر مرا ببخش، قدرت را ندانستم، امانت الهی بودی قدرت را ندانستم، به نماز صبح مرا بیدار بکنی. گفت که رفت به خواب. گفت وقت نماز صبح اذان مؤذن به گوش رسید، رفتم که بیدارش بکنم. گفت دست زدم که جان به جان آفرین تسلیم کرد. گفت دست زدم که جان به جان آفرین تسلیم کرد. جوان هم آمده پشت دروازه، جوانی که شیخ روانش کرده که در نماز صبح گرفته بیارش. و جوان میگه من وقت آمدم دیدم که سر صداست داخل اولی. چی شده؟ گفت جوان شب مرده. گفت رفتم به شیخ گفتم نماز خواندن، مردم همه گریه میکردن در صفها، حرکت کردن. میگه شیخ دوان با دیگه علما آمدن اونجا. زنش را گفتن که چی گفت شوهرت وقتی وارد خانه شد؟ گفت وقتی وارد خانه شد گفت 30 سال برای شیطان، متواقی عمر برای رحمان. شیخ گفت که رحمان ایره به سمت خود کشانید، ایره در آغوش رحمت گرفت بردش، چون دوستش داشت. الله رب العزت و الجلال وقت بنده توبه میکنه، ان الله یحب التوابین، الله دوست میدارد کسی که توبه میکنه، هر گناهی که کرده توبه بکند الله محبوب الله میشه. بگو الله اکبر. گفت الله ایره به سمت خود کشانید. سبحان الله. عزیزان من، تقوای الهی آرامش است. تقوای الهی، تو اگر وحشی باشی اهلی میشی، اگر ظالم باشی وقتی تقوای الهی پیدا کردی امین میشی. الله رب العزت و جلال کنترل میکنه، هم از داخل هم از بیرون. این جوان به آرامش رسید فقط به 1 ساعت. 30 سال گناه آرامش نکرد. 30 سال گناه همه چیز از پیشش گرفته بود. احترام پدر و مادر را، احترام همسر را، حق و حقوق را همه را از پیشش گرفته بود. ولی 1 ساعت با الله نشست، 1 ساعت در مجلسی که ذکر و یاد الله بود نشست، الله رب العزت و الجلال تغییرش داد. به همون خاطر است من بار میگویم به نماز جماعت جوان برو، به نماز جماعت برو که اونجا تغییر است، اونجا تأثیر است. یک آیه از آیه های قرآن بسیار با آواز خوش خوانده می شود، 1 بار به قلب تأثیر میکنه. به بهانه میدهندت، به بهانه میدهند.